بچه با ایمیلی که برام اومده باید کار شروع کنیم. وسایل مورد نیازم رسیده. خیلی خوب شد. تماس با برادران وزارت اطلاعات و 113 به عهده خواهر من قول میدم که کاری کنم با ما همکاری کنه. من قانعش میکنم. نظر تو چیه گلشن؟ ما حالا دیگه راحت‌تر میتونیم دستورات شبکه‌های ماهواره‌ای رو به مردم منتقل کنیم. چرا مصنوعی بازی میکنی بابا؟ جلو دوربین راحت باش. نه من قول میدم که از برادرای وزارت اطلاعات برای تخفیف بگیرم. ماس موسیر. نکن. دیدی؟ راحت باش. با قول ویزا و اقامتی که به ما دادن من مطمئنم که بعد از این مأموریت اقامت خوبی در آمریکا خواهیم داشت. شما نگران مسئله اقامت نباشید. خواهرم مسئله اقامت رو حل کرده. اینم وسایل لازم. دست درد نکنه. بابا تو هم که عشق چارلز برانسون خرت کرده بابا. با اون قیافه غلطت. نگاه ریلکس. امنیت نعمتی است که تحقق آن جز با هوشیاری و مشارکت یکایک آحاد جامعه. شب کجا بودی؟ دیشب چیه بابا؟ از آخرین باری که لوم دادی 2 ساله الان تو زندانم. مگه یادت نیست؟ خوب نشد ها؟ برم یه بار دیگه بیام. آحاد جامعه. شب کجا بودی؟ دیشب؟ رفته بودم با همکاری رسانه‌های ماهواره‌ای در یک اقدام ضد امنیتی و در راستای تحرکات استکبار جهانی به یک انقلاب مخمل کبریتی یا شایدم راه یا شایدم جورجت به عادرت کنم. تو غذای مامانو بده. من قبل از اینکه بیام خودم به 113 زنگ زدم. من برم جنگی لباسامو عوض کنم، لباسای زندانم بپوشم. آقا اصلا برای نقشه جاسوسی خوب نیستم آقا. اینو میگه دیشب کجا بودی؟ به تو چه شب کجا بودی؟ میگه کجا بودی؟ گرفتی ما رو، خفه کردی ما رو. چیکار داری من کجا بودم؟ کدوم جهنم دره بودم؟ خب برو زنگ تو بزن به 113. خب برو زنگ تو بزن. تو به من چیکار داری آخه؟ ما رو لو بدی. برو لو بده دیگه. یه تیکه آلندرونی. راستی مامان برای بابا پیغام نداری؟ میدونم خیلی دلت براش تنگ شده. از آخرین باری که لوش دادی یه 12 سالی میگذره. خدا کنه که قدر تو بدونه. تو فکر نمی‌کنی من و مادر نگرانت میشیم؟ چه داد میکنی بابا؟ چه داد میزنی؟ انگار 30 کیلومتر با هم یه فاصله داریم. با برادرای اطلاعات اینجوری صحبت نمی‌کنی. به ما که میرسه خونه رو میذاری رو سرت. راستی ساکمو میذارم زیر تخت. برو بگردش دیگه. تلفنم همون کنار تخته. ها گیج بازی در نیاری یا زنگ بزن 113. اون دفعه زنگ زده بود ساعت 12 بود چند بود؟ آتش نشانی اومده بود دنبالمون. بده 113 زنگ بزنی ها 113. بده اینجا 113 بفرمایید. نخی الان وقت نده. الو بله بفرمایید. فکر میکنم اون با دوستای نابابی آشنا شده. شما خودشی؟ داداششی؟ خواهرشی؟ پس کیشی؟ پس ناباب کیه؟ حاجی دوباره خواهر این پسر زنگ زده. گفته با دوستای نابابش میخوان با استفاده از کانال ماهواره‌ای آحاد ملتو نارنجی کنن. یه همچی چیزی مخمل پای مقام عظما کنن. دقیق حالا نمیدونم. همچی چیزی. خودش بچه بابیه. دوستاش نابابن. شما میفرمایید چیکار کنیم؟ حاجی اونو کاملا تحت نظر داشته باشی. ما تحت نظرش داریم. اما میخواستم یه سوال همینجوری بکنم.
تریپ به من به بچهای وزارت اطلاعات میخوره؟ الان تو این حالت چرا من نگاه میکنین؟ تابلو به این گندگی زده 113 دیگه. اینجا رو نگاه کنین. مثلا من تحت نظرم ها، مثل که حواستون نیست ها. 113 داده دیگه. من تحت تاثیر انقلاب مخملین و استکبار جهانی قرار گرفتم. رسانه‌های ماهواره‌ای کجاست؟ مثلا من نمیدونم از من فیلم برداری داره میشه. رسانه‌ها، استکبار. Every night in my dream I see اقامت. من همش تو فکر اقامتم و من برم اقامت. چی میشه؟ اقامتم چی شد؟ خداحافظ. برادرای وزارت اطلاعات هم که اومدن با BMW دنبالمون. راضی به زحمتتون نبودیم. لااقل دستبندی چیزی میزدین یه خورده همینجوری هیجانش میرفت بالا. من که اینجوری سوار نمیشم. باید یه خورده منو بزنین. برو تو ماشین. نه عجب منو میزنین شما برادرها. نه منو پرتم کنین تو ماشین. باشه برو. ما سعی میکنیم برای مجازات تخفیف ویژه‌ای بگیریم. چه وزارت احتراماتی؟ واقعا شما وزارت اطلاعات نیستید، شما وزارت احترامات هستید. است چه گریه شدیدی میکنم من. خواهش میکنم این کارو نکنید. به جای تخفیف ویژه برای جرمم لطفاً یه تخفیف برای فیش تلفنمون بگیرین که خواهر ما انقدر زنگ میزنه به 113. سلام علیکم همشیره. میخواستم بگم الان ما برادرتون رو بردیم. پدرتون هم که قبلا برده بودیم. الان فقط چند وقتی اطلاعاتی از مادرتون نداریم. اینجوری که نمیشه. شما باید تماساتون با 113 رو همه جانبه تر کنید. آره. ضمناً باید بگم مادرتون هم یه چیزایی درباره شما با ما گفته. آره. 113 در خدمت همه خانواده‌های نابا. آره. منوچهر با تخفیف ویژه برگشت خونه صحیح و سالم. 113